انسان‌های عاقل زبان خود را بسیار مواظبت می‌کنند، زبان را در کام نگه می‌دارند. چرا در دهان ما زبان ما دروازه دارد؟ زبان خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر. شما زبان رو که به حرکت در میارید انگار یک کلیدی داری میچرخونی که نشون میده که در پشت این چهره و قلب چه گنجینه‌ای نهفته است، گنجی از مهر و محبت و دوستی که سبب تآلف و پیوند و اتحاد و انسجام می شود، یا اینکه تک تک کلمات ما بمب و نارنجک است، شمشیر و خنجر است. شاعر گفته نادان به سر زبان نهد دل، در قلب بود زبان عاقل. انسان نادان دلش سر زبونشه، به جای اینکه زبانش پشت قلبش باشه، اول بیندیشد بعد حرف بزند، دلش هرچی احساس کرد، هرچی به ذهنش رسید فوراً میریزه بیرون. به همین خاطر گفتن زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. بس سر که فتاده زبان است، بس سر که فتاده زبان است، با نقطه این زبان زیان است. شما یه نقطه بذار زیر زبان میشه زیان. و چه بسا افرادی که، چه بسیار افرادی که گرفتار و خار زبان خودشونن، نمیتونه زبانشو کنترل کنه، دائما